سلام علیکم دوستای عزیز، برادرای قدردان. در مدینه در روزانه پیغمبرمون محمد مصطفی صلی الله علیه و سلام یک برادر دیدم که با تاقی کلابی ما پیری کار البته که میدونم که کلابی که تاقی ماندگی لوز ما را میفهمی، سخنهای ما را میفهمی. اول اسم شما؟ اسمت سخی محمد کشور مختار و نواسه داملا خدایداد. بابای من داملا خدایداد در تاجیکستان در کولاب از سال 1922 تا 32 قاضی بود. پدر من نامش مختار در دانه کولاب تولد شده است. در مدینه امارات 100 ساله شد گذشت جنمی خواه در نمی مختار بخیه خواه در بخیه خواه یک 7 سال می شود. خوب در سندی 95 سالگی و مسجد تا پنجشیر تا خودش می آمد میره 3 کیلومتر خانه من دور بود میره می آمد. در مدینه منوره تولد ما در افغانستان است. شما در افغانستان تولد شدید؟ در افغانستان است و دیگه در مدینه منوره 43 سال میشه زندگی میکنم. در خدمت حاجی ها هستم. شاید بسیار آدم ها مرا ببینم میشناسم. زنده و دیگه ما در همه مسلمان ها دعا میکنیم که هر مسلمانی که آرزوی خاک داشته باشه، آرزوی سرزمین مقدس داشته باشه، در این سرزمین الله سبحانه بیارشان. وقتی که آمدن پس رفتن باز دیوانگاه تو نگردن، خدا را راضی کردن. اینکه کبر آمدن پس رفتن در زندگیشان یک انقلاب بیاید، در چشمشان پرده حیا، در زبانشان ذکر الله، در قلبشان خوف الله. باز این نشانه حج عمره است. ان ما دعا میکنیم خدا بار شما را زمین سرزمین بیاره و ما خدمت شما را بکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم. ما تو غوری فهمیدم که شما زاده افغانستانی. بله. پدر و مادر زاده کولابی تاجیکستان. نه، پدرم مادرم در افغانستان. مادرتون در افغانستان. پدرم 100 ساله شد، مادرم 85 ساله حیات است. خب چند سال بود در مدینه زندگی میکنید؟ در مدینه منوره 43 سال رمضان بیاید 43 سال پره میشه. سربلند و خانواد باشد. تشکر زیاد برادرای عزیز. هر نفری که میآید خاص از برای خدا این برادر ما خدمت میکنه. ماشین داره، ماشینش خاطر جای تاریخی را، جای زیارتگاه را میبرد، نشان میده. سربلند و خانواد باشد. این با همراهی برادرم زنده و سربلند باشد. تشکر.